مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 4 ماه خبر داد که سرمحاسب مکتب میانه رقم 10 شهر پنجکین مجیدوف بر اساس ماده 245 قسم 2 و 232 کودکس جنایتی تاجیکستان در از آن خود کردن مبلغ‌های دولت و ساختکاری با سوء استفاده از منصب گناهکار شناخته است. دادستانی در شرح این پرونده گفت مجیدوف در دور فعالیت کاریش با مقصد غرضناک و با استفاده از وکالت‌های منصبیش از ماه ینور سال 2020 تا ماه اکتبر سال 2021 وید مستپرداخت مزد مهنت کارمندان مؤسسه را غیر قانونی ترتیب داده در آن بارای ساختکاری مزد مهنت خودش را از 3000 تا 9400 سامانی بر زیاد نشان داده است. مجیدوف در اساس این حجت رسمی به نام خودش در مجموع مبلغ 76534 سامانی مزد مهنت گذرانیده من بعد این مبلغ را از آن خود نموده به احتیاجات شخصیش صرف کرده است. در نتیجه به منفعت‌های دولت به مقدار کلان ضرر مادی رسانیده است. اوید به این حالت از جانب پروکورور شهر پنجکین نسبت به مجیدوف بر اساس ماده 245 قسم 2 بند گ و 323 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده بعد از انجام تفتیشات پیشکی به دادگاه سپرده شد. دادستانی کل گفت با حکم دادگاه شهر پنجکین مجیدوف بر اساس این دو ماده گناهکار دانسته شده محکوم کرده شده است. دادستانی کل تاجیکستان مشخص نکرده است که مجیدوف مشخصاً چه جزا گرفت، ولی قسم دوم ماده 245 برای از آن خود کردن مبلغ‌های دولت با سوء استفاده از منصب جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 3 تا 6 سال پیش بینی می‌کند.